حالا ممکنه شما بگی که خب آقای خوشش اصلا این کارا رو داره میکنه، این نظر شماست، این تحلیل شماست، اومدیم و زد، اومدیم تو اشتباه کردی. 2 سال پیش نشستم همین موقع ها تو افق فلسطین، اون موقع تازه طوفان الاقصی شروع شده بود، گفتم آقا بالاخره سراغ ما هم میآیند که آمد. بعد رفتیم تا شهید رضی همینجا تو همین برنامه گفتم آقا بزنش. بعد رفتیم شهید زاهدی و رحیمی در کنسولگری، اونجا بود که همه یادشونه، خیلی وایرال شد. گفتم 10 تو بزن، یا نرو تصاعد بحران، یا اگه مجبوری کشوندن تو تصاعد بحران 1 و 2 و 3 نزن، زیر خط جنگو بزن که جنگ نشه. اگر 10 تو نزنی جنگ میشود. 1 رو بزنی اون 2 رو میزنه، تو بعد 3 رو بزنی. دقیقاً. یعنی در حقیقت بحران میکشه به جنگ که کشید. خب باز دوباره میگم 10 تو بزن. اگه جنگ شد، جنگ یعنی مثلا 4 تا موشک میزنه فلان، تو نه 10 چیه؟ 10 نه ناو زدنه، نه پایگاه آمریکا زدن تو قطر و امارات و این ور اون وره، نه اسرائیل زدنه. اسرائیل بزنی دردش میاد، زخمه، ولی نمیتونه سریع تمومش کنه. اگه میخوای ظرف کوتاه در این مدت قصه تموم شه، کار به درازا نکشه، هی 4 تا موشک تو بزن 4 تا این بزن و دردش بیاد، جوری که تکلیفش معلوم شه، جلوی یه جنگ خیلی بزرگ و بعدها بگیری. اگه زد که من میگم نمیزنه، ولی اگه زد یک سره برو آتیش منطقه رو روشن کن، اصلا اینا رو ولشون کن. گفتم که پایگاه بزن، موشک دیگه داره رد میشه، یه دفعه فیل میکنه میره یه جای دیگه میزنه، برو آتیش منطقه رو روشن کن. این چیز خیلی مشخصی، از هر خاکی به ما حمله بشود تو محقی که بزنی دیگه. خیلی خوب، اونجا پلتفرم و سکوی دشمن شده، برو این کارو بکن، به سرعت تمومش میکنه. چون کل دنیا اصلا همه میترسن. بابا ببین جان مرشایمر تئوری پرداز مشهور آمریکایی چی میگه، این که طرفدار جمهوری اسلامی نیست که آخه. ببینید ریچارد نفیو چی میگه، خیلی معروفه تو ایران دیگه، معمار تحریم ها، عیناً همینا رو میگه. میگه آقا حماقت، نرید سراغ اینا، یه موقع اینا آتیش منطقه رو روشن کنن، نفت و گاز منطقه بره رو هوا، دنیا اقتصاد میخوابه. مرشایمر رو همینو میگه، بقیه هم همینو میگن. خدا تو رو بهت لطف کرده، یه جایی آفریده رو تنگه هرمز. دیدم معاون سیاسی نیرو دریایی سپاه هم چند روز پیشا یه جا صحبت کرده بود، خیلی خوب گفته بود که ما کنترل هوشمند داریم، یعنی دیگه نمیخواد حالا حتما الزاما مینم بریزیم و اینا، 100 روش داریم بخوایم هر کاری بکنیم. هر جای ایران میشه موشک زد، 4 تا در تنگترین جاهای تنگه هرمز 4 تا چیز رو غرق کرد، 4 تا نفتکش غرق کرد، خیلی راههای مختلف. علاوه بر اون که این کارو باید بکنی، این کارم باید بکنی. یعنی بالاخره از هر جا که بخوانی نکن. بیخود نیست که عربستان، قطر، عمان اینا همه راه افتادن میرن به آمریکایی میگن که مثلا نزن، چون خودشون. یه کار دیگه هم باید بکنی، انصارالله هم باب المندب باید کامل بند بیاره. گفته این کارو میکنه ها، چند وقت دیدم 2-3 روزه گفته. بله. این کار باعث میشه، اگر ببین من باز تاکید میکنم، از نظر من بزنش نیست، ما مراقب بقیه جاهامون باشیم، ما رو گول نزنن به یه جای دیگه فکر کنیم کار دیگه بکنن. ما حواسمون باشه این اتفاقات میفته.